پیامبر و علم غیب. حالا من ثابت میکنم که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم عالم بود به این امور و علم غیب داشت. چطور رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم علم غیب داشت دوستان عزیز؟ اولا در سوره مبارکه جن آیه 26 و 27 بسم الله الرحمن الرحیم عالم الغیب فلا یظهر على غیبه احدا الا من ارتضى من رسول، که خداوند متعال عالم غیب هست. عالم الغیب فلا یظهر على غیبه احدا الا من ارتضى من رسول، پروردگار عالم عالم غیب هست و با علم غیب خود کسی را آگاه نمی سازد مگر رسولی که اون رسول مورد رضای خدا باشه. الا من ارتضى من رسول، رسولی باشه که اون رسول این صفت را داشته باشه که مرتضی باشه، مورد رضای خدا باشه، خدا او را آگاه می سازد به علم غیب خود. خب پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اشرف تمام انبیا هست، در این شکی نیست. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اگر مرتضی نیست از بین انبیا، پس چه کدام پیغمبری هست؟ بینندگان گرامی، این آخوند رافضی برای اثبات عقیده پوچ و بی اساس خود در تفسیر آیات قرآن مرتکب تلبیس شده و عوام فریبی می نماید و سعی می کند تا علم غیب مطلق را که مختص الله متعال است برای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اثبات نماید. البته هر کسی که اندکی آگاهی از قرآن کریم داشته باشد درک می کند که این امر در تضاد صریح با آیات قرآن است. الله متعال به رسولش صلی الله علیه و آله و سلم خطاب نموده و می‌فرماید: قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب. بگو نمیگویم گنجها و خزانه‌های الله نزد من است و من غیب نمیدانم. و می‌فرماید: قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. بگو من برای خودم مالک هیچ نفع و ضرری نیستم مگر آنچه الله بخواهد و اگر غیب می‌دانستم سود بسیاری برای خودم فراهم می‌ساختم و هیچ زیانی به من نمی‌رسید. و از تمام موجودات زمین و آسمان علم غیب را نفی نموده می‌فرماید: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما بگو جز الله هیچ یک از موجودات آسمان ها و زمین غیب نمی‌داند و نمی‌دانند چه زمانی برانگیخته می‌شوند. قرآن کریم دلالت صریح دارد که غیب مطلق ویژه الله متعال است، اما پیامبرانش علیهم السلام را از برخی از غیبیات مطلع می‌سازد، چنانکه آیات سوره جن بر آن دلالت می‌کند. عالم الغیب فلا یظهر علی أحدا إلا من ارتضى من رسول. الله علم غیب را می‌داند و هیچ کس را از غیبش آگاه نمی‌سازد مگر کسانی از پیامبران که بخواهد. یعنی الله متعال به هر یکی از پیامبرانش بخواهد چیزهایی از غیب را اطلاع می‌دهد. اگر پیامبران از تمامی مسائل غیب آگاهی می‌داشتند چرا یعقوب از وضعیت یوسف علیه السلام آگاهی نداشت؟ و چرا محمد صلی الله علیه و آله و سلم در غزوه احد از حمله غافلگیرانه دشمن خبر نداشت؟ و چرا 70 نفر از یاران خود را که حافظان قرآن بودند با قبایل رعل و ذکوان فرستاد تا در بئر معونه به شهادت برسند؟